ویکتور هوگو توی بینوایان فاضلاب‌های پاریس رو تنها مکانی میدونه که زشتی‌های زندگی آدمیان رو در خودش جا میده. مکانی زیر سطح شهر که کسی نه میخواد و نه میتونه از کثافت‌های انباشته شده اون اخباری کسب کنه، مگه کسی به اسم برونزو وزیر دولت وقت بناپارت. نیچه هم همانند هوگو مدعیه که قسمتی از ذهن آدمی مربوط به همین فاضلاب‌هایی میشه که انسان‌ها از فاش کردن اونها همیشه اجتناب میکنن. نیچه این فاضلاب انسانی رو فراموشی انتخابی میدونه. ممکنه وقتی پرده از فراموشکاری هامون برداریم هم ابرهای آسمون، هم خورشید، هم تاریکی و سیاهی و روشنایی میون تاریکی ها رو با هم ببینیم و با هم ببینند. اونایی که میپندارند که دیگران ضعف‌هایی دارن و خودشون هیچ، که چه بسا آنان دیوانه تر از دیوانه ها خواهند بود. اما با گذر از تفکرهای فرانسه و آلمان، لئو تولستوی در روسیه کلاسیک پرده از ناخودآگاه و هوشیارهای فردی و جمعی بشر برمی‌داره. وقتی که داستان شیطان رو نه با قضاوت دیگری بلکه با قرار دادن خودمون به جای کاراکتر اصلی داستان بار دیگر بخونیم. هنگامی که کاراکتر اصلی جوانی ثروتمند در جنگل‌های رازآلود فضای پشت عمارت خودش به تنها همسرش که عاشق او هم هست با زنی از خدمتکارهای اون روستا خیانت میکنه و پس از گذراندن دوران کوتاهی از رنج‌های نپذیرفته شده در فاضلاب ذهنی خودش، هنگامی که خودش رو ناتوان در پرده برداشتن از فراموشکاری انتخابی خودش میبینه، دست به اقدامی غیر قابل پیش بینی میزنه. ادبیات روسیه در عصر لئو تولستوی و داستایوفسکی آمیخته به دستاوردهای بکری میشه، چون آثار تولستوی و داستایوفسکی در عوض اینکه به ذکر تاریخ وقایع کشورها و تحولات کشوری بپردازه، پرده از تاریکی‌های روابط فردی، میان فردی و درون فردی برمی‌داره. داستان شیطان اثر لئو تولستوی از ادبیات عصر کلاسیک روسیه، نشر چشمه و مترجم محترم جناب آقای سروش حبیبی.